و شنوندگان وطنی و خارجی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی جمهوری که این لحظه ها سیما و صدای ما را از انشاءات بزرگ عصر و تقدیرساز ملت نیروگاه برق آبی روغن می‌بینند و می‌شنوند. Now the helicopter of the leader of the nation is landing. The people of different professions who gather in this year with high sense, proud full of patriotism and proud of their constructive leader. Welcome to the leader of the nation with the Republic of Tajikistan and his accents. رسوا ساعت 15:25 دقیقه چرخبال پیشوای معظم ملت و هیئت همراه در فرودگاه موقتی شهر روغن فرود آمد و بر جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم سایدوش و فرزاده رو برای اشتر و دیگر شخصات رسمی اشتباه کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن
تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن وطن وطن. Очень скоро, действительно, с участием президента Республики Таджикистан, Рогунская ГЭС будет подключена к единой энергосистеме Таджикистана. Эти минуты каждый из нас ждет с нетерпением. И сегодня на этой площадке также собрались люди, чтобы услышать те самые слова, которые пойдут от сердца лидера нации. بعد 100,000 سال علم‌های تو بر یادم رسند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد بگنجی گوهر باری پاکیزت بجانت 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 قسم به هر برگی سرخی گلی لالت. Конечно, герои сегодняшнего праздника — это таджикские энергетики. Все те строители, которые в буквальном смысле горы переворачивали, чтобы построить Рогунскую ГЭС. 14 ноября во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в честь запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции вручил государственные награды более 100 специалистам ГЭС.
به کوه و به دشت و به دامانی تو به مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن هر برگ تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به خطان و بلخ و به درخشانی تو به خوجند و هم سرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیا به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن وطن ای مادری از طاقتی تحقیر خستم وطن ای شهچناری از شمالی جهل بشکستم زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند فریادت خواهم کرد وطن با نام تو با ننگ تو با عشق مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو را آباد خواهم کرد به گنجی گوهر باری پاکیزت به جانت به جانت به جانت قسم به هر برگی سرخی گلی لالت به آرمانی خوش خفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن وطن وطن
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نور را در چار سوی سینه من جار میزند، جار میزند. من آریاییم، من آریاییم. وجود من انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. برق نگاه من آیین مهر چشمه های صاف و صفا بخش خوانده است. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگیست، عشق و زندگیست، عشق و زندگیست. من دشمنم به هرچه غلامی و بندگیست. من آریاییم، وجود من انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. برق نگاه من آیین چشمه های صاف و صفا بخش خوانده است. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگیست، عشق و زندگیست، عشق و زندگیست. من دشمنم به هرچه غلامی و بندگیست. من آریاییم، چشمه های صاف و صفا بخش خوانده است. شیرازه کتاب دلم عشق و زندگیست، عشق و زندگیست، عشق و زندگیست. من دشمنم به هرچه غلامی و بندگیست. من آریاییم، من آریاییم.
خاک وجود من انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. برق نگاه من آیین مهران از چشمه های صاف و صفا بخش خواندم.